اگر امی را انتخاب بکنی، امی را شما به خیر الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه، ادامه بدیم، در سرحد میرسیم. او سرحد آخری سرحد است. آخری سرحد چی سر انسان میکنه؟ سرحد آخری انسان آنقدر مرتبط با الله میسازه که آلی غیر از الله هیچ چیزی دیگری در قلبش وجود نداره. اگر گوشتش به انبور کنده میشه، اگر در دیگ جوش انداخته میشه، اگر در آتش انداخته میشه، پروایی نداره. و ربطنا علی قلوبهم، ما محکمی بستیم بالای قلبهای امی جوانا. یا چون رای را انتخاب کرد که واقعا رای دین بود، الله متعال یار دیگه قوت بخشید، ربط قلب. این مرحله هدایت است. این طرف مرحله گمراهی و دلالت است. مرحله گمراهی و دلالت هم 4 مرحله دارد. و مرحله